اگر سوال دارم ایستیما جواب میدادین؟ من گناهگار شدم یا نه؟ من با شوهرم 10 سال زندگی کردیم، فرزندان نشدیم. در تجربه لیچینی کردیم، در روسیه کردیم نشید. خلاصه شوهر و فرزند نمیشه گفتن دستورو. من مجبور کردم که جوابم را ته. 6 ماه شد که جوابم را داد. من زیاد هستم که گناه کردم. ایستیما جواب دهید. الحمدلله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. حکم طلاق زن از مردی که فرزنددار شده نمیتواند. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرمایند زن به خاطر 4 چیز نکاح کرده میشود. با سبب مال، نسب، زیبایی و دینداری. پس تو زنی دیندار را انتخاب نمایی کامیاب میشوی. این حدیث نشان میدهد که انتخاب همسر بر اساس دین و مقصدی مهم است. یکی از هدفهای نکاح فرزنددار شدن است. اگر این هدف به سبب عیب جدی مثلا ناتوانی زایش اجرا نشود، در شریعت امکان جداشوی وجود دارد. قول علمای مذهب حنفی و دیگران. مذهب حنفی اگر مرد قابلیت فرزنددار شدن نداشته باشد، مثلا ناتوانی یا به زوریتی تصدیق شده، زن حق دارد طلب کند که با حکم قاضی از او جدا کرده شود. این از جمله عیب‌هایی است که میتوانند سبب طلاق شوند، چون که مقصد نکاح همزیستی و فرزنددار شدن است. امام مالک و شافعی رحمه الله نیز میگویند اگر زن با علت بی‌نسلی یا دیگر عیب منع کننده به زندگی و مقصدهای نکاح دچار شود، میتواند از شوهر جدایی طلب نماید. امام مالک و شافعی رحمه الله نیز میگویند اگر زن با علت بی‌نسلی یا دیگر عیب منع کننده به زندگی و مقصدهای نکاح دچار شود، میتواند از شوهر جدایی طلب نماید. اما طلاق مجبوری نیست، بلکه اختیاری است و در پایه صبر و موافقت نیز میتوانند زن و شوهر زندگی را ادامه دهند. خلاصه اگر طبیبانی با اعتماد تصدیق کنند که مرد عموما نمیتواند فرزنددار شود، زن میتواند با خواهش خود و با مراجعه با قاضی طلب جدایی کند. اما اگر زن صبر و طاقت کنه، میتواند تا آخر عمر با شوهرش باشه. این عمل ثواب دارد.